خوش آمدید به سفر شگفت‌انگیز و سرنوشت ساز. تمرین‌های این کتاب به شما می‌آموزد تا درک، پذیرش و عشق بیشتری به خود اصلی‌تان داشته باشید. فعالیت‌ها و تمرین‌های بازاندیشی صفحات پیش‌رو طوری طراحی شده‌اند تا آگاهی شما را نسبت به نیازها، خواسته‌ها و رویاهای شخصیتان بالا ببرند. در پایان کتاب ارزش عشق به خود را درک خواهید کرد و نحوی به کارگیری آن را در زندگی روزمره فرا خواهید گرفت. یادتان باشد دارید قدم در مسیر نوین و ناشناخته می‌گذارید. این کتاب ابزارهای مفید و کاربردی در اختیارتان می‌گذارد که در این سفر اکتشافی یاری رسانتان خواهد بود. بدانید موانع و دستاندازهای هم سد راهتان خواهد شد. البته به طور موقت. اگرچه این سفر دشوار است، اما مسیر آن با نوید رشد، کامیابی و عشق هموار شده است. علیرغم تمام سختی هایی که ممکن است در این سفر تجربه کنید، گشودن و خواندن این کتاب خودش گام بزرگ در مسیر درست به حساب می آید. به خاطر شروع این سفر جدید باید به خود ببالید، چرا که جای چسبیدن به کارهای راحت زندگی روزمره احترام و ارزش، انگیزه و علایقتان را برگزیده اید. انتخاب کرده اید به زیارت دنیای درون خود بروید و به نسخه بهتری از خود تبدیل شوید. این انتخاب تعهدی است نیرومند برای کشف و عشق به خود واقعیتان. هرگاه داشتید به سوی هدفتان حرکت می‌کردید، به این لحظه باز کردید. یعنی لحظه جرقه اولین انگیزه و بگذارید این لحظه الهام بخش شما باشد. اگرچه ممکن است در انتهای راه حواستان صرفاً به پیروزی باشد، اما لطفاً به یاد داشته باشید نفس ماجراجویی بزرگترین دستاورد شماست. پیش از شروع لحظه درنگ کنید و بیندیشید چرا به سفر عشق به خود آمده اید. با اینکه هر کسی میتواند از برکات عشق به خود بهره‌مند شود، اما دلایل افراد برای پذیرش آن متفاوت است. با کاوشی عمیق‌تر خواهید فهمید ارزش عشق به خود در مراحل مختلف زندگی تغییر می‌کند. یادآوری‌های زیر کمک می‌کنند تا دریابید هدفتان از گام نهادن در مسیری که با نیروی عشق به خود هموار شده چه بوده است. وقتی مشغول انجام این تمرین‌ها هستید، هر فکر را که از ذهنتان عبور می‌کند با احترام بپذیرید. افکار و احساسات خود را قضاوت نکنید و پذیرایشان باشید. گاهی ممکن است برای یک پرسش چندین فکر به ذهنتان خطور کند یا پرسش‌های با ملاحظات جدید به وجود بیایند. پس لازم است صبر و حوصله بیشتری به خرج دهید. با ادامه سفر افکارتان واضح‌تر خواهند شد. هر زمان لازم دانستید می توانید به تمرینات برگردید و در پاسخهایتان بازنگری کنید. چه چیزی باعث شده شما در این مسیر قدم بگذارید؟ چرا این سفر برای شما مهم است؟ دوست دارید در طول مسیر با چه چیزی روبرو شوید؟